السلام علیکم دوستان عزیز گرامی قدر امیدوارم که همه شما خوب هستین. در بابت فروش کردن کارت ها میبینیم بسیار آدما پرابلم دارن. کارت را ساختگیان یعنی که یک صورت میکنن، یک صورت با قیمت دیگه صورتش هم خیلی میمونن. این خیلی نادرست است، یعنی که 7 صورت کمی کم 5 تا صورت باید در کارتتون باشه. بجز این باز از 3 تا 5 صورت دیگه برای گلامی آماده کردن در کار، یعنی که در گلامی تو کدام صورت میبینید همون 3 4 و 5 تا برای که اونها رو ما چیکار میکنیم، یعنی CTR تیز اپسکات میکنیم. وقتی CTR تیز اپسکات کردی از بین صورت رو انتخاب میکنی که کدام صورت یعنی که بزرگتر است با همین کارتات فروش کردن میتونی استفاده همه چیز، یعنی که شما چی کارتاتون خوب کار میکنه. برای همین وقتی اینفوگرافیک زکاز میکنین کوشش کنین که تا 4 5 صورت برای کلاینتون عدل زکاز کنین، غیر از او 7 صورتی که شما در کار است. الله نگهبانتون. در پناه خدا باشید دوستان عزیز.